دادگاه شهر دوشنبه به نزدیکان عزت امان گفتند که بعد رد شدن شکایت آنها از سوی دادگاه عالی 9 سال حکم زندان این حامی حقوق مهاجران تاجیک قوه قانونی گرفت و روزهای نزدیک او را از سزا به محبس انتقال میدهند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان روز 20 نوامبر برای ادای آزادی گفته است که تا آخر به عفو و آزاد شدن پدرش امیدوار بود، ولی هیچ معلومش نشد که چرا نسبت به پدرش قانون عفو تطبیق نشد. مسئله قرض 232 سامانی همچنان ناروشن ماند و نفری که به دادگاه اومده در مسئله گرفتن مبلغ حرف میزد با سببهای برای ما نامعلوم حاضر نشد، گفته است پسر عزت امان. و گفته او قرار بود ادوکات سید برهان شریفوف روز 20 نوامبر در بازداشتگاه با عزت امان ملاقات میکرد، ولی به او اجازه وارد شدن ندادند. دادگاه عالی تاجیکستان این حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک را به تغییر باقی گذاشت. دادگاه شهر دوشنبه روز 19 اکتبر عزت امان را در قلابی گناهکار دانسته به 9 سال زندان محکوم کرده بود، ولی نزدیکان این حامی حقوق حکم وی را خیلی سنگین و برای پرداخت نشده باقی ماندن همگی 232 سامانی ضرر از حق عفو محروم کردن عزت امان را ناعادلانه نامیده از دادگاه عالی بازبینی آن را تقاضا داشتند. بسیاری ها حکم عزت امان را سیاسی میشمارند و میگویند اکثر دعواهای قلابی به ضد او تشکیل شده به نظر میرسند. محمد یوسف خالف گفته بود شکایت آنها در دادگاه عالی روز 16 نوامبر بدون حضور پدرش بررسی شد. دادرس حکم را به تغییر گذاشت. وکیل مدافع گفت که دادگاه دوشنبه زیر حمایش را به دلیل به 9 سال زندان محکوم کرده است. در پاسخ گفتند از وزارت کارهای داخلی معلوماتنامه بیارید که نسبت عزت امان پرونده دیگری کشوده شده است یا نه، گفته بود پسر عزت امان. عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک در اول ماه‌های مارس از شهروندی روسیه محروم گردانیده شده روز 25 مارس به طور مرموز از مسکو غیب زد. روز بعد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعتراف کرد که عزت امان در دوشنبه بازداشت شده است و به قلابی عیبدار می شود. 19 اکتبر در حالی که انتظار می رفت عزت امان را بر اساس عفو آزاد کنند، دادگاه دوشنبه پرداخت نشدن 232 سامانی پول دعوای کسی را بهانه کرده او را از امکان عفو محروم و به 9 سال زندان محکوم کرد. قوه قانونی گرفتن حکم عزت امان در حالی است که بنا به خبرها حالا در روسیه شکار آنهایی که در وقتش با او همکاری میکردند شروع شده است. مرکز تاجیکان شهر مسکو، سازمانی که عزت امان تا استردادش به تاجیکستان رهبری میکرد، تقریبا یک ماه باز از فعالیت باز مانده است.